قرایی، آواز افشاری ردیف استاد عبدالله دوامی. قرایی از ریشه قرأ و قرائت هست، مثل روایت و راوی یا روایی، قرائت و قاری یا قرایی به معنی خواندن. گوشه‌ای در اوج آواز افشاری به حساب میاد، در منطقه عراق قرار گرفته. میتونیم بگیم گاهی یک پرده بالاتر از عراق هم ممکنه حرکت کنه، هرچند در عراق همین اتفاق ممکنه بیفته. شاهد قرایی رو نوت هفتم گام شور میتونیم در نظر بگیریم. مثلا اگر شور صلح در نظر میگیریم، قرایی روی نوت فا قرار میگیره و نوت ایست اون رو درجه پنجم یعنی ر در نظر گرفتن که به نظر من نادرست هست و باید درجه چهارم در نظر گرفت. از ویژگی های قرایی که معمولا بیشتر دیده میشه در ردیف های مختلف و از جمله این ردیف این هست که اولا خیلی شبیه به عراقه، یعنی ما دنگ دو ر می بمول فا در پایین، یعنی ما دنگ دو ر می بمول فا و بعد دنگ اوج ر می کرون فا سول دنگ شور رو داریم. حول محور فا گردش ها رو شکل میدیم و در پایین رونده ها از دنگ دشتی استفاده میکنیم. به خاطر همین هم می کرون و هم می بمول داریم و روی نوت دو ایست میکنیم. از این جهت شبیه به عراق هست. بنابراین اگر ما سه طبقه در آواز افشاری قائل باشیم، یکی طبقه درآمد که بیشتر در این محدوده هستش و بعد منطقه جامه دران که بیشتر در این منطقه هست و منطقه سوم همون عراق، قرایی در همین منطقه قرار میگیره و شاید بشه گفت یه پرده هم ممکن بالاتر بره که در عراق هم این اتفاق رو ممکن بود بتونیم داشته باشیم. خاصیت دوم و ویژگی دوم در قرایی این هست که تحریر قرایی در این گوشه قرار گرفته. تحریری که یه همچین حالتی داره که البته این تحریر یک چهارم عقب‌تر هم اجرا خواهد شد در این گوشه. ویژگی سوم حرکت چهارم از دو به فا هست که معمولاً در شعر این گوشه استفاده میشه و در بیشتر ردیف‌ها این حالت اجرا شده. ویژگی چهارم این هست که قرایی سه محدوده عراق، جامه دران و درآمد رو در خودش داره یک جا. معمولاً گوشه قرایی یک بافت 4 قسمتی داره مثل دو بیتی. اینجا هم البته می‌بینیم وزن شعر مفاعیلون مفاعیلون فعولون یا مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل هست که هزج مسدس محذوفه و همون وزن دو بیتیه. این 4 لخت، یک لخت معمولاً در محدوده عراقه، لخت دوم در محدوده جامه دران و فرود به درآمد، لخت سوم مثل محدوده عراق هست، مثل همون بخش اول شکل میگیره، حالا یه پله ممکنه بالاتر به سمت صلح بره و بخش چهارم مثل بخش دوم عیناً تکرار میشه، یعنی جامه دران و فرود به درآمد. بنابراین فرم این قطعه رو هم در اینجا میتونیم A, B, آپریم B در نظر بگیریم. در اینجا شاهد رو فا میتونیم در نظر داشته باشیم. ایست موقت روی نوت دو شکل میگیره و ایست های نهایی روی نوت فا و در گوشه هایی که تا الان زدیم اولین گوشه هست که فرود کاملتری رو به تعبیر ما داره و روی نوت فا ایست میکنه. این رو ما فرود کامل در افشاری میشناسیم. فرود موقت لاکرون، فرود کامل فا. مایه نما سی بمول می بمول لاکرون هست. دانگ‌هایی که در این قطعه استفاده شده ر می کرون فا سول دانگ شور، سول لاکرون سی بمول دو باز دانگ شور، دو ر می بمول فا دانگ دشتی و ر می کرون فا سول دانگ شور. کوکتار دو فا دو، سیم اول برابر با بی یعنی نیم پرده پایین تر از حالت اصلی خودش کوک شده. فا دو فا 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 دو فا 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 دو فا فا می ره می فا
سول فا می سول فا می فا فا می ره می فا فا می ره می فا فا می ره می فا سول فا می فا فا می ره می ره دو ره دو می دو ره سی دو سی لا سی دو دو سی لا سی دو دو سی لا سی دو ره ره دو سی دو دو سی لا سی سی لا سی لا فا. ابتدا از نوت فا شروع میکنیم. فا همون نوت شاهد رو معرفی میکنیم. منطقه اصلیمون رو دو فا. این حرکت چهارم از دو به فا جزو ویژگی‌های قراری ذکر شد. شعر از وحشی هست. دو لخت اول. دو لخت دوم شاعرش نامشخص است. مرا عشقت چنان آزاد کرده که از عشقت مرا بیزار کرده. دو فا 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 دو فا 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 دو فا مفاعیلون مفاعیلون مفا یا فعو. اینجا روی این او یا فا مفاعیلون داره تحریر قرایی شکل میگیره. فا می ره می فا راست شب راست شب ریز. اینجا میکرون هست. فا می ره می فا. حالا میریم یه ذره پایین تر. فا می ره می فا سول. اینجا از ره به می یک یک میم جلو. فا می ره می فا سول سو فا می فا. حالا می رو بمول میکنیم. فا می ره می دوباره می بمول هست. می ره دو ره دو. بعد از این بخش دوم شروع میشه که اسمشو بی گذاشتیم. ره می دو ره سی دو سی لا. رو لا کمان داریم. دومی رو سی سی دو. باز مفاعیلون مفاعیلون فعو دو سی لا سی دو. همون تحریر قرایی. اینجا چهارم پایین تر تکرار میشه. دو سی لا سی دو راست شب راست شب تکریز. دو سی لا سی دو ره راست شب راست شب راست شب راست ریز. ره دو سی دو راست شب راست ریز راست شب راست ریز. دو سی لا سی و همینطور یه پله عقب‌تر از سی سی لا سی راست و روی فا ایست نهایی خواهیم نشست. قسمت سوم حالا شروع میشه از سول. سو سول فا می. اینجا می بموله. سو سول فا می. باز وزن همونه. می فا می کرون میشه. دوباره تحریر قرایی شکل میگیره. این تحریر قرایی که تموم شد دوباره بخش دوم عیناً تکرار خواهد شد. فقط شعرش متفاوته و البته در شروع تحریر دو سی لا سی دو یک بار تکرار میشه که میتونیم هم دو بار بزنیم. تو میبینی و من پیچشه تو